در اداره مسلمانان منطقه شرق دور روسیه با اشتراک بیش از 100 نفر به شرف ختم قرآن از جانب فیض‌الله خوشبختوف، یک نورس 17 ساله از تاجیکستان، محفل تنتنوی برگزار شد. نشریه محلی ترانسیب اینفو خبر داد که فیض‌الله خوشبختوف در تاجیکستان به دنیا آمده است، ولی در کشور خباروفسک روسیه به وی رسیده 2 سال پیش در سن 15 تحت رهبری مربی حافظان قرآن عادلبیک حضرت به آموزش کتاب مقدس مسلمانان پرداخته در بین 2 سال این کتاب را ختم کرده و حافظ مرتب قرآن شد. فیض‌الله خوشبختوف را در حضور بیش از 100 نفر گرد آمده به مناسبت ختم قرآن نایب مفتی منطقه شرق دور عبدالجبار قادیروف شادباش گفته می شود که عبدالجبار حضرت نیز زاده تاجیکستان بوده در این قسمت روسیه تا به مقام نایب مفتی رسیده است. عبدالجبار قادیروف ضمن تبریک فیض‌الله خوشبختوف تاکید کرد که محض حافظان و قاریان نگهبان اصلی کلام شریف بودند و هستند. به فیض‌الله خوشبختوف به مناسبت ختم پاره قرآن از نام مفتی شرق دور سمارتفون تحفه کرده خواستند که از این به بعد دانش‌های اندوخته‌اش را به منفعت مسلمانان کشور خباروفسک و تمام منطقه شرق دور خرج کند. در منطقه شرق دور روسیه ده‌ها هزار مهاجران از آسیای مرکزی از جمله هزاران مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند.